سوال اونجا بود که در قرآن آمده که کتاب آخر کتاب از قرآن آمده نازل شده کتاب آخری است و کامل است. بعد از او من تعجب هستم که بعد از قرآن بعد چرا اینقدر با سیرت رسول الله آمده که قرآن تکمیل است، تکمیل بوده. سوال خوبی است. بسیار خوب. هموطن عزیز تشکر، سوالتان را من گرفتم. خب هموطن گرامی، مسئله قرآن و سنت مشکل از امی در بغلم بگیرمش که راحت هستم. وقتی قرآن در بغلم از بسیار لذت میبرم از هماغوشی با این کتاب نازنین که از جانب خدای رحمان عرب آمده. این کتاب را بسیار دوست دارم، بسیار روشنگری میکنه برای مردم ما. کتاب خوبی است. ببینید دلم، ادعاهایی که در این کتاب شده به نام قرآن، این کتاب از 100 تا سخنش یک تاش اگر راست برایه، یعنی از 100 تا ادعای کرده یک ادعایش راست پیدا میکنی که هم کدام فردی آمده گفته در جای از زبان دیگه کسان نقل قول میکنه. اگر این کتاب تکمیل می بود، کامل می بود، وقتی محارم را معرفی کرده بود اونجا نواسه را می آورد، میگفت که با نواسگکایتان هم ازدواج نکنید. حتی در تعریف و تعیین و تکلیف ازدواج با محارم این کتاب ناکام هست، نتونسته محارم را برای ما معرفی کنه. حالا نواسه را کنار بگذارین، دختر عمو یا دختر کاکا، دختر خاله، دختر عمه، دختر ماما یا همان دایی، به نظر من وقتی که در دوران جاهلیت بودم اینا رو برای من حلال میگفتن. شاید اگر من وقت ازدواج میکردم، مثلا اگر عمویی میداشتم با دختر کاکایم ازدواج میکردم، اما امروز من میدونم که جاهلیت است. و چی دلیل؟ به دلیل این که خواهر ما با دختر کاکای ما تفاوت آنچنانی نداره. اگر من امروز به عنوان یک آزاداندیش با دختر کاکایم ازدواج کنم، پس به عنوان یک آزاداندیش چی معنا میده؟ که من با محارم ازدواج میکنم. حالا محارم را اگر ما بیایم واژه محارم یا محرم را برایشان استفاده کنیم، همون کسایی که برای ما بسیار هم از نگاه عاطفی نزدیک هستند و هم از نگاه ژنتیکی نزدیک هستند. خب و ناگفته نمانه که امین کتاب گفته صلات، نماز بخوانیم، اما چگونه نماز باید بخوانیم؟ پس شما باید بنشینین وقتی نماز میخوانین، فقط بنشینین، دستتون را در قلبتون بگیرین، باش قلب طرف چپ است یا طرف دست راست، و بنشینین و با خدایتان صحبت کنین، نه به زبان عربی بلکه به زبان شیرین مادری خودتان، این که یا پشتو باشه یا همان دری پارسی خودمون یا زبان پشتویی. به این دو زبان باید شما که به این دو زبان تکلم میکنین باید احترامتان، عقیدهتان، محبتتان و عبادتتان برای خدایتان با زبان خودتان شود. و شما بنشینین در مورد تکمیل بودن این کتاب فکر کنین، بازش کنین، ببینین که چی چیزها را برای شما واقعا تعیین و تکلیف کرده. و تعیین و تکلیف هایی را که برای شما کرده، یکی مسئله تعیین و تکلیف است، یکی مسئله تعیین تکلیف است. یک واو که میتی فرق میکنه با مسئله تعیین تکلیف. تعیین تکلیف یعنی تکلیفت را تعیین میکنه، تعیین و تکلیف یعنی چیز تعیین میکنه و تکالیفی را میآورد تو چی میکنه مشخص میسازه. پس اگر قرآن کامیاب می بود، اگر قرآن به تنهایی خودش میتونست مفهوم خودش را برای شما افاده کنه، خب از ضمایر مبهم استفاده نمیکرد. مثلا یک مسئله بسیار مهم که در مورد معراج هست، میگن پیامبر با الاغ رفته آسمان. در کجا آمده؟ در صحیح بخاری، حدیث در کنار قرآن. شما باز کنین سوره اسراء را، آیه 1 را. چی گفته؟ گفته پاک و منزه است اللهی که یا معبودی که بنده اش را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی چی کرد؟ سفر داد. حالا شما برین بشینین، قرآن تکمیل هست. و بنده اش چی کسی است؟ چگونه او را برده؟ چرا برده اصلا؟ چرا باید برای ما این گپ را بگوید؟ مثل من بگویم قهرمان است پویایی که من را از آمریکا تا به طور مثال تا آلمان برد. حداقل میگم من، یعنی مشخص است که در مورد کی صحبت میکنم. اما خدا در این مسائل اصلا نادیده گرفته. همین آیت کی را هدایت میکنه؟ پاک و منزه است خدایی که بنده اش را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی برده. خب عزیزان، مسجد الحرام که مشخص است همان کعبه است، در اونجا هستن اینا. و این مسجد الاقصی که دورترین مسجد معنا میده. و کدام دورترین مسجد؟ یک سوال. چگونه؟ دو سوال.
کی را 3 سوال، چرا 4 سوال. در یک آیت 4 تا سوال پیدا میشه. شما مجبور هستین که برین شأن نزول را بخونین و احادیث مرتبط به این آیت را بخونین تا بدانین که چی این خدا کی را برده، چه وقت برده، چگونه برده، چرا برده. پس قرآن به تنهایی خود اگر کتاب مکمل بود، امروز دیگر مولا خودش می آمد و اعلان میکرد که این کتاب مکمل است. چون این کتاب در تکمیل بودن خودش، در اثبات مکمل بودن خودش ناتوان مانده. اینا رفتن چی را بنیان گذاری کردن؟ تفسیر. و تفسیر چی است؟ آیاتی که مبهم هستند و خدا در این کتاب نتوانسته آیات خودش را خودش آشکار کنه، در حالی که زیادتر از 15 بار گفته کتاب من مبین است. خدا گلو پاره میکنه که کتاب من مبین است. طبری میره تفسیر میکنه، بخاری میره تفسیر میکنه، ابن کثیر میره تفسیر میکنه، ماجه میره تفسیر میکنه، ابن ماجه. اینا کلشان در کتابای تا حدیث نویس اگر هستن یا همان محدث هستن، اینها حتی بازم در کتابای خود باب تفسیر ندارن. قسمی که بخاری از همان ترجمه فارسی که از عبدالعلی احراری است، اگر شما باز کنین، البته از ترجمه طاهر لاوژه است، در اینجا ما 5 جلد نداریم، در اون بخاری 5 جلد داریم. در اونجا یک جلد کتاب خود را به نام کتاب تفسیر بخاری مشهور کرده. بخاری که شاهدارترین اهل سنت است، به خدای خود باور کامل نداشته. چرا نداشته؟ خدایش میاد در قرآن بخاری میاد تفسیر میکنه. یعنی چی؟ بخاری میگه که خدای ما دروغ میگه. پس قرآن مبهم بودنش، به خاطر مبهم بودنش امروز دچار چی شده؟ دچار تفسیر شده، دچار تعبیر شده، دچار تحریف شده، دچار تعریف شده و دچار تاویل شده. امروز قرآن را به سادگی میان تاویل میتن. تاویل یعنی چی؟ یعنی میآیند اما معنای ظاهری آیت را زیر پا میکنن و یک معنای را برش میتن. مثلا میگه قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. با کسایی که بر شما، بر الله شما و روز آخرت شما باور ندارن بجنگین، قتال کنین و قصد کشتنشون از خانه هایتان برایین. اما ملا در آلمان مسجد داره، با یهود یک جا نان میخوره، با مسیحی یک جا نان میخوره و زنش هم یهود بوده. میدونی؟ تا وقتی که زن خود را طلاق میده، تا اون زمان هم زنش یهود بوده. همین مولای دیروز با من صحبت میکرد. امروز اسلام را شما چیکار کنین؟ باید قلبتون را بسپارین به اون خدایی که برش باور دارین، هر جایی که اصلا نمیدونم زیرگویی یا سرتون آسمانی وجود نداره. اون طرف زمین آسمان زیر از برای ما، آسمان اونا. پس من فکر میکنم اگر ترس از خدا دارین، انسانای با وجدان با شرف باشین، غلام کس نشین و کسی را غلامتان نسازین، برده کس نشین و کسی را برده نسازین، بر کس ظلم نکنین و نگذارین کس به شما ظلم کنه. بهترین دین و آیین اینی است. این برادر بزرگم در وصیت‌نامه خود نوشته کرده بود که برای من یک درس بزرگ است. گفته بود که مردمتان را احترام کنین، تاریخ کشورتان را بدانین، به مردم دیگر ارزش قائل باشین، به حقوق دیگران نپردازین، تجاوز نکنین، بر کسی ظلم نکنین و نگذارین کسی بر شما ظلم بکنه. اگر خدایی وجود داشته باشه، شما بی خدا باشین، خدا باور باشین، هر کاری که باشین، در اون دنیا شما را جهنم روان نمیکنه. اگر شما به همین ترس فقط همین چند چیز را شما حفظ کنید، همین چند چیز گفتم، در ظرف 3 تا خط یا در قالب 3 تا خط در یک کتابچه توسط برادر بزرگم وصیت شده بود که برای من بزرگترین درس از در زندگیم که من میدانم دیگر چیزی انسان نیاز نداره. وجدان و شعور و شناخت والدین و شناخت خواهر و مادر، اینها همه موضوعاتی هستند که ما شما اجداد ما که سواد هم نداشتن میدونستن خواهر چی است. این مشکلات عرب بود. در زمان عرب یک زن 10 تا شوهر میگرفت طبق کتاب بخاری در زمان قبل از اسلام. در اجداد محمد رابطه های جنسی عجیب و غریب، یک برادر با 2 خواهر سکس گروهی کرده. پس این مسائل آمیزش جنسی که در کتاب به نام قرآن تعیین تکلیف شده که با چی کس کنین با چی کس نکنین، مربوط جامعه ما نمیشه. اون زمانی که اونها اون کار را میکردن، اون زمانی که مردان می آمدن در بدن کنیزان دست میزدن، عمر اونها را میزد، میگه وقتی در بدنتون دست میزنن دستاتون را دور نکنین، شما مال هستین، شما خرید فروش میشین. زن هستین اما خرید فروش باید شوین. مثل اینکه من میرم گیلاسی را در بازار میخرم، در دستم میگیرم یک سیلش میکنم. زنم مثل همین در بازار عرب خرید فروش میشده. به همین خاطر این آیات برای عربا آمده بوده. برای ما شما این آیات به درد نمیخورن و ما نیاز به این آیات نداریم، چون مربوط جامعه ما نمیشه. ما نباید برای ما خواهر مادر ما را از طریق کتاب عربی بشناسیم. این توهین به اجداد ماست، توهین به تاریخ ماست، توهین به عزت نفس تمام افرادی است که اون جامعه را ساخته و به اون جامعه پرداخته. سپاس پویا جان در این